Agguari, 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 guari, guari. این مجگه توکا لالی دیگه کسی من نیاری، من یاد نهن تو چاری. هاو یو سلام به بکس نابی یوتیوب خوش اومدین. اینجا استودیو ماتریس ما رو دارین از چنل یوتیوب حسین هفت عزیز میبینین. گل برو بریم که کلی کار داریم. لالا 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 لالی چوبتن چوب دهار شب بشانه کاش روچه مگندن ده ماش هرچی گوشتم منه گوشتم گوشت بکنن تیتراه گوش ختم بیت دیگه پیرو خوش. دوستای خوبم امیدوارم حالتون خوب باشه. قبل از هر چیزی اگه کانال حسین هفت عزیز رو سابسکرایب نکردین لطف کنید سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو هم بزنید و اینستاگرام داش حسین هم اون زیر هست اونم میتونید فالو کنید. چنل ماتریس هم اگه دوست داشتین سابسکرایب کنید اونم لینکشو این زیر میذارم، میتونید اونجا هم داشته باشیم. قراره یه ویدیو خیلی خودمونی تر خیلی باحالتر توی چنل ماتریس هم داشته باشیم. خب قراره امروز چیکار کنیم با حسین هفت عزیز؟ اول حسین جان صحبتی چیزی داری با دوستان؟ گل بزنین و اینکه خودتون باشین، کار خوب انجام بدین، کار خوب. هاو به به. اینم بهتون بگم دوستای خوبم، حسین هفت عزیز یه ذره کم صحبت حقیقتا دیگه، یه ذره به زور من بوده و این داستانا دیگه آوردیمش جلوی دوربین واسه چنل خودش، چون قرار حسین هفت تو یک سال آینده کلی ترک و کلی موزیک ویدیو خفن منتشر کنه. فکر میکنم دیگه تا الان حسین هفت عزیز معرف حضورتون بوده باشه تو 2 تا کار موفقی که جرشای عزیز کاراشو کرده بود، مثل خانوادگی 2 و موزیک ویدیو گروهی که همین چند روز پیش منتشر شده. حسین هفت عزیز توش حضور داشت و خوش درخشید مثل همیشه. ما تازه باهاش آشنا شدیم، یعنی اهالی هیپ هاپ ایرانی فکر میکنم همه یه جورایی تازه با حسین هفت عزیز آشنا شدن. خیلی هم خوشحالیم بابت این جریان. اینم بگم که اصلا خالی از لطف نیست نگم حسین هفت عزیز رپ کنه اهل جنوب شرق ایران، از استان سیستان و بلوچستان. واو رپ بلوچی برو بره رپ بلوچی. خب برو بچه، حالا قراره الان چی کار کنیم با حسین هفت عزیز؟ قراره ریاکشن بریم تو ریاکشن. چی جوری ریاکشن؟ قراره بریم به ریاکشن بچه های یوتیوبی که به موزیک ویدیو گروهی ریاکشن رفته بودن. قراره قسمت حسین هفت عزیز رو ببینیم و صحبت دوستای یوتیوبی اون راجع به حسین هفت و راجع به کار حسین هفت با هم ببینیم و بشنویم و صفاشو ببریم، مگه نه؟ هاو از شما دوستای خوبم هم میخوام که چنل حسین هفت عزیز رو حتما شیر کنید، چون قراره کلی حرکت‌های جذاب داشته باشیم با هم دیگه. برو که درسته تا اینجاش دست حسین هفت بود و از این به بعد دست شما فنای رپ ایرانیه که این داستان رو خوب ببرید جلو. خب اولی ریاکشن که قراره ببینیم از بر بچه‌های پرشن رپ ریاکشن سهراب و روحام عزیز. برو بریم. یه حالی داره اقالب دور کرد، ولی حسین هفت بعدش اومد با یک استایل. حسین هفت خیلی خشن اومد با یه استایل خشن سیس خیلی گنگه. تاش کنم 2 تا فوت پیداگو ما آیگا منی دشمن و تارگ آیگا اگا دیتت گشتو هاوزان گشتون راو چار من گنده هر گوری ننده منی برگا بین گشتون سنگتر جلده بلون دو چو پیداگ بانده جا همه جا همه هاگا همه راها پیداگ بیتگو مدرسو هچ بندگی تو کم مرسو یک به واسطه نوشتاتون گشتون سیده دایرکت اگه من گنده هوا هیره وادیره همگو شبگاری uygularım da benim gibisini. کورس دیوانه است اصلا. خب دوستای بعدیمون اسمشون هست رین و ریاکت. امیدوارم که اسمشون رو درست تلفظ کرده باشم. پیداگو ما آیگا منی دشمن و تارگ آیگا اگا دیتت گشتو هاوزان گشتون راو چار من گنده هر گوری ننده منی برگا بین گشتون سنگتر جلده بلون دو چو پیداگ بانده جا همه جا همه هاگا همه راها پیداگ بیتگو مدرسو هچ بندگی تو کم مرسو یک به واسطه نوشتاتون گشتون سیده دایرکت اگه من گنده هوا هیره وادیره همگو شبگاری. بعد میگم همه چیش به اندازه است. دمش گرم جرشا واقعا کارش درسته. جمع کردن اینو کنار هم یک اتحاد بین هم اتحاد داخل ایرانه. باید همه کشور همین باشه. آره. آقا من این داستانو خیلی هستم، این اتحاده رو بین تمام قوما اقلیمای ایران که داره این اتفاق میفته. قبول داری حسین جان؟ بالاخره یک کشوریم، خیلی نه یک استان نه یک شهر. تموم شده رفت. بعد میدونی این همبستگیه میتونه خروجی کارو خیلی فوق العاده تر کنه که اینو ما تو خانوادگی 2 دیدیم. واقعا دیگه الان فوکوسمون سر این نیست که فقط روی فارسی میتونیم از اون جهات هم جریان داشته باشیم که توی این همه میگن موسیقی جهان اونم داشتیم. البته
الان هم واقعا داریم میبینیم تو همین 1-2 سال اخیر چقدر بچهای به قول شما فارسی زبون چقدر دارن با زبونهای مختلف، گویش‌های مختلف دارن کار میکنن. خیلی خفنه همچین داستانی. خیلی عالی شده، چون میگم الان فقط فوکوس سر این نیست که بتونیم فارسی کار بکنیم. حرف نره این داستان. برو بریم بعدی. ریاکشن بعدی برونات. پیداگو من آیگا منی دشمن و تارگ آیگا تیپتت گشتو هاوزان گشتون راو چار این گنگه منی برگا پن گشتون سنگتر همه جا همه ها پیدا بیتگو مدرسو بندگی تو کم مرسو گپی واسطه نوشتاتون گفتون سیده دایرکت بگه من گنده هیوا هیره وادیره میری اینجام. خیلی انرژی دارن این بچه‌ها. حسین واقعا همینطوریه. بعد دیدی داشت میخوند فارسیشون فارسیشو داشت میخوند. عالی بود. یادم میاد یه چیزی راجع به این جریان گفته بودی که ترجمه‌های فارسی نمیتونن اون چی میگن اون خمیرمایه حرفی که شما دلت میخواد و برسونه. این واقعا هست. مثل این جریان میمونه که همین موزیک ابتداش میگه پیداگو ما آیگا منی دشمن واتار گایگان فوشه، ولی خب من نمیتونم فوشه رو بگم چون منظور این نیست. توی بلوچی یه جور دیگه است وقتی اونجا استفادهش میکنیم، مثل اگواریه، یه لفظه. این جمله لفظه، یعنی یه لفظی که بخوام ترجمهش بکنم فوش بدی میشه. در واقع اینا توی جا و مکان معنی میگیرن دیگه. یعنی جایی که استفاده میکنیم بستگی داره جمله قبلش چیه، بعدش اصلا کجایی، جریانش چیه. عالی شد. این یه نکته مثلا اینه که بخوای من ابتدا گفتم که ابتدا موسیقی رپ آمریکایی گوش میکردم، ترجمه رو میدیدم این چرت و پرتی داره میگه، من که نمیفهممش. بعد ولی خب اگه اونجا بودم تو اون موقعیت، اون شهری که اونا هستن با لفظای کف اون جامعهشون، خب قطعا درک میکردم. ولی خب من ترجمهشو داشتم، من توی ایران، توی شهر دیگه، توی کشور دیگه گوش میکردم، خب درک نمیکنم این موضوع رو چون اونجا نیستم. اون شعر رو برای اونجا گفته، اون موضوع برای اونجاست. اتفاقا نکته مهمی رو داری میگید حسین جان. به نظر تو چون اکثریت میشه گفت ایران فارسی و بیشتر صحبت میکنم، مثلا ما خودمون اصالتا مازندرانی، شاید تو همین 5-6 سال آخر خیلی کمتر فامیلا و مثلا آشناهای ما به زبون محلی صحبت کردن، بیشتر به زبون فارسی صحبت کردن. حالا فکر نمی‌کنی این ارتباطه که باید برقرار شه بین مثلا زبونا تو ایران، این مسبب این شده که خیلی از بچه‌ها رو شناخته شده نشدن؟ یعنی مثلا بچه‌ای که بیشتر فارسی زبونن نمیتونن با زبون بلوچی اونقدر ارتباط برقرار کنن. این دلیلش نمیتونه باشه به نظر شما؟ نه خب چون از اول انتظار دیگه داشتیم از رپ، همش فکر می‌کردیم فارسی. الان همه به من میگن چرا فارسی رپ نمی‌کنی؟ چرا؟ خب این فکر رو داریم می‌کنیم. الان همه دارن فکر می‌کنن که تو ایران حتما باید فارسی کار بکنن. این اشتباهه. بگیره. آره خب اشتباهه. که در صورتی که ما تو این 1-2 سال شاهد این هستیم که بچه‌ها دارن با زبون‌ها و گویش‌های مختلف می‌کنن، هم کارشون درسته. برد بیشتری خودتون دارین می‌کنین توی موسیقی که دارین انجام بدین. چون فقط گفتم که ما اول فوکوسمون فقط روی این نیست که توی فارسی بتونیم توی جهانی کاری انجام بدیم، توی رپ یا یه شماره‌ای بگیریم کاری انجام بدیم. هم چجوری میگن من نه واقعا. ببین مثلا من وقتی که با بچه‌هایی که با زبان‌های دیگه مثلا با موسیقی کلا خارجی یه چی میگم رقابتی داشته باشیم یا کشیگواری، خب نمیتونیم فقط روی فارسی فوکوس داشته باشیم. الان حداقل کردی داریم، ترکمنی داریم، ترکی داریم، خیلی دیگه هم داریم. من حقیقتا همه رو اسمشون نمیدونم ولی خیلی زیاد داریم. اینطوری 100 البته میگم مثلا خروجی کار و این سهه حرف حسین هفت عزیز، همین موزیک ویدیوی خانوادگی 2 که واقعا شده شناسنامه‌ای هم واسه هیپ هاپ ایران، هم شناسنامه‌ای واسه در واقع فرهنگ و گویش زبان اقلیم‌های ایرانی. یعنی اصلا به قول یکی از دوستای من یه حرف خیلی باحالی میزد حسین جان، میگفتش که ما از این به بعد می‌خوایم ایران رو به یکی نشون بدیم یا بگیم که ما چی هستیم و کی هستیم، اون غنی بودنمون رو می‌خوایم نشون بدیم، خانوادگی 2 رو دیگه نشون بدیم. درسته قطعا خیلی از شهرها زبان‌ها نیستن توش، ولی خب تا جایی که تونسته چیزایی که جمع کردیم الان عدل یه کاتالوگ داریم. 100 البته خیلی مفید و موثر بود. خب بریم سراغ کارمون. حاجی خیلی گنگش خفنه واقعا. حسین هفت خیلی حال میکنه. من تو خانواده 2 هم حال کردم، یعنی همه رو حال کردم، ولی مثلا گنگی که مثلا پر باشه گنگ حسین هفته. خب بعد واقعا
حسین جان قصه همین بوده. به نظر من جز اون دسته کاراکترایی بودی، گرچه که همشون یکی از یکی بهتر بودن، جز اون کاراکترایی بودی که تو ذهن و حافظه مردم موندی. من جمله گنگ یکم در مورد این چیزی بگم که همه میگن گنگت بالاست. آره من نمیدونستم گنگ یعنی چی تا یه چند مدت پیشه که بچه‌ها میگن گنگ یعنی اینکه واقعی بشه. منم سالا دارم میگم خودمم، همون چیزی هم که میخوام از خودم توی اون جامعه‌ای که هستم یه چیزی میخواستم که علیه اون چیزی که اونجا بود عمل بکنم. یعنی اینکه من دوست ندارم هم رنگ شما باشم، نه اینکه دوست ندارم شما رو، فقط دوست دارم خودم باشم. یعنی در واقع گنگم یعنی واقعی خودتی، خودت باش. آره ولی یه سری تعبیرهای مختلفی هم داره. مثلا خیلی هم مثلا به کسایی که خیلی مثلا کاراکترهای لاتی استایل و نمیدونم بزن بهادر استایل و مثلا اینا به اونا میگن گنگ، ولی خب از منظر شما هم حرف درسته. حالا یه آرتیستی هست که نمیدونم بشناسیش یا نه به اسم کچی بیت، میشناسیش؟ آره نه زیاد، ولی همین که تو یوتیوب یکی دو بار بچه‌ها گذاشتن دیدم. کچی بیت ترک داشت به اسم گنگ. بعد تو اون ترک داره توضیح میده که آقا گنگونه که شما میگین نیست، گنگونی نیست که نمیدونم تیزی برداره، اسلحه برداره، بزن بهادر باشه. گنگونیه که میره مثلا جایزیه. بیشتر کسایی که تیزی برمیدارن، تفنگ برمیدارن، کشاگوار برمیدارن برای ترسیدنشونه، برای حفاظت از خودشونه، برای ترسشونه. اونو بر نمیدارن کسی رو بزنن. نکته است حرفا. موافق حرفتم. اصولشه، دیدم اینو میگه. در واقع اونی که منظورت اینه در واقع تفنگ روی گردنشونه یا هر جوری که فکر میکنی هر اصطلاحی که دارن فقط ترس از این دارن که زده بشن، خودشون میترسن، برای این بر نمیدارن که آدمو بکشن. وگرنه که همونجا برمی‌داشتن میرفتن تو خیابون آدم میکشتن، اونو برمیدارن میترسن. یعنی در واقع از ترسشونه که میان یه سلاحی یه چیزی برن یا ادای آدمای مثلا این داستانه از ترس برمیدارن، همه چیز از ترسشون شروع میشه. حسین پیر خراباتی یه چیزایی داری میگی داداش ما داریم استفاده میکنیم. برو بریم گوش بدیم حرفای سینا و مبینا رو. آخرش هم که گفتش که کنم 2 تا فوت، یهوی 7 اومد، یهوی حسین 7 اومد، 2 تا چفت شدن تو هم دیگه. و از خانوادگی 2 به اینور من چهره آره گنگش خیلی خفه، گنگش بالا. بگو چهره حسین 7 خیلی خوب مون توی ذهنم و فکر می‌کنم که از استان سیستان و بلوچستان بودن فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم، چابهار، و واقعا خیلی خوب مون توی ذهن من خیلی دوستش داشتم. خیلی میدونی یه جوری برای اینه به چابهاره. من خودم هیچ چی ندارم. من خودم حسین 7 بهت میگم همه دوستت دارن. گلو من گوشی کردم. گنگش واقعا احساس میکنی اون گنگ سری واقعیه. خشن خیلی. هر کسی یه گنگی داره. تو منطقه ما اینجوری نیست، ما بلوچیم، یه جوری دیگه بزرگ میشیم. ما میگن هیچ وقت نباید حرفی رو که میزنی زیرش بزنی، یعنی اینکه هر چی میگی رو باید انجام بدی. نمیتونم مثلا موضوع واقعی بودن هست، یعنی ما هیچ چیز خالی وجود نداره. هر چی که هست باید بگم این کارو انجام بدم و انجام ندم. نمیتونیم، چون از بچگی اینجوری بزرگ نمیشیم. خیلی چیز عجیبیه. ببین 100% که اون خطه و یه چند تا جای دیگه توی گوشه های ایران شرایط زندگی و شرایط اقلیمیش خیلی سخت‌تره و این سختی باعث میشه که مردمای اونجا سخت‌کوش‌تر و خارج از اون باعث میشه یه تفکر ایجاد بشه، یه شخصیت، یه چیز جدید بیاد. خب خیلی خفنه. کافیه بفهمیم همونجا هم که هستیم خودمون باشیم. تموم شد و رفت دیگه. ببین همه دارن تلاش میکنن که همین باشن، ولی میگم بچه‌ها خیلی بهم میگم موزیک گنگ بخونیم فلان، میگم خدایی من نمیفهمم منظورت از این موزیک گنگ بخونیم یعنی چی. خب ریاکشن بعدی از پامزی. برو بریم. گوشتم و تار گایگا دیدت گوشتو هاوزان گوشتو راو چار من گنده هر گوره ننده منی برگا پن گوشتو سنگت تر جلده هم دیجا چا همه جا همه ها همه راها پیداک بیتت کو مدرسو What the hell چقدر خوفناک. ایول خیلی خفنه. لوگومه چی؟ باله استارت چیزی که میخوام یه چیزی بگم که توجهی باشه روش این کارو انجام میدی. جالبه. اینم تو کل موزیک ها هست، تو کل موزیک ویدیو میخواستم همینو بگم، ولی اینو بدون اینکه من بگم خود بچه‌ها انجام دادن. آها چه جالب. یعنی بقیه بر اساس اون چیزی که شما قبلا انجام داده بودی. اینو اصلا من نگفته بودم، ولی
جالبه نه باله. نیازم نبود بعد بگم بذارینش، دیدم گذاشتن. آفرین شما همین میگی دیگه، شما خودت باشی کافیه داداش. میگم دیگه هر چیزی که دیدی وقتی داشتی میخوندی اینجوری داشت میشد. من میگم گنگ بابا نمیخواد تو لفظ بیا یه کار خاصی انجام بدی، فقط کافیه خود همون کسی باشی. اون شده رفت. آقا من نمیخوام کارهای آینده حسین هفته عزیز رو اسپویل کنم که بخوام چیزی رو در واقع بهتون پیش بگم، ولی میدونم که تو سبکای جدیدی که شما مخاطبای هیپ هاپ ایرانی دنبالش هستین توی کاراش هست. یعنی یه سری کارا رو داره، من مطمئنم اون ترکا بیاد بیرون میترکه. منتظر باشین. دوست بعدیمون ایوان، امیدوارم که درست کنم، یا ایوان یا آیوان نمیدونم. خب برو بریم. حسین هفتی که با ظاهرش و رایم خاصش اونم با این گویش خفن، یعنی اصلا زبان واو واقعا درخشید. یعنی داشتم ریاکشن خارجی رو هم نگاه میکردم سر موزیک ویدیو خانوادگی، چیز عجیب غریب، واقعا خفن. این حرفی که داره میزنه کاملا درسته. منم یه چند تا از بچه‌هایی که مثلا موزیکای روز دنیا رو پیگیری میکنن حسین دیدم که مثلا داشتن موزیک ویدیو خانوادگی رو میدیدن. دقیقاً اون قسمت که شما میایم میدونید اولین چیزی که میگن چیه؟ یه چیز خیلی جالب میگن اینجا ایرانه، این دوستمون ایرانیه. من اتفاقا خیلی اینم میشنم از خیلی کشورها میگن، خیلی آدمایی که نمیتونم بگم، ولی برمیگردم به این یه چیزی همیشه مهم نیست کجایی. من میگن توی سراوان بودی یا توی بلوچستان بودی، جایی که هیچ چیزی نیست، واقعا هیچی نیست، استدیو مثلا نیست بتونی بری ضبط بگیری. من میگم تو میتونی اونجا باشی و همونجا هم یه کار بدی، یه کار انجام بدی که تو هر کشوری هر جایی، حتی تو کل ایران تهران پلی میشه، میگن پس امکانات مهم نیست، خودت باش. بریم. خب دوستای بعدیمون چنل ریاکشن چیلپی یا چیلیپی، اگه درست گفته باشم دوستامون اسمای چنلاشون رو یه ذره سخت انتخاب کردن، خودش ما رو ببخشید، منم واقعا قبلا ندیده بودم، عذرخواهی میکنم اگه دارم اشتباه میگم. برو بریم. حسین هفت حسین هفت واقعا دعوا داره، ترسیدم میگه به دوستا میگم ولت کنه فلان، ارزششو نری، به دوستا میگم ولت کنه. حالا همینو میگفتی حسین جان؟ دقیقاً زنگ زدم گفتم بیخیالش مراقب باشین. خب چنل بعدی ریاکشن یکی از چنل‌های، یعنی یکی از 3 چنلی که خودم دوست دارم و دنبال میکنم، رادیو اکتیو زون یزدان عزیز، اولین چنل یوتیوبی که تو ریاکشن شده 100 کا. تبریک. برو بریم. حسین هفت هم هست که بلوچی میخونه، کارش خیلی درسته، من خودم خیلی دوست داشتم تیکش رو توی خانوادگی 2 سری بیاریم و بیاریم و این موزیک ویدیو رو هم ببینیم. حسین هفت یکی از اگریسیو رپ خونه که قشنگ برای این ترک عالیه، چون الان تو اینجا خیلی تکنیکی، خیلی فست و حالا اگریسیو خشن. حالا حسین خودت میدونی که تو کار خیلی خشن شنیده میشی، چقدر آگاهی نسبت به این داستان؟ اینگدی که وقتی میرم پشت میکروفون نمیدونم اصلا خیلی از چیزایی که میخونم و خیلی از متن‌ها رو اصلا نمینویسم، فقط منم و من با میکروفون. یعنی میری هر یه چیزی که هست میریزم بیرون، هر چیزی که تومه، هر چیزی که سالها اذیتم کرده، هر مشکلی که دارم. خیلی جالبه. من به همشون فکر میکنم. گفته بودی که تو 5 دقیقه برسو مینویسی تمام میکنی کارو. سعید فرستاد قبل اینکه جوابشو بدم نوشتم. واسه همین کار؟ آره 3 تا نوشتم قبل اینکه جوابشو بدم. یعنی پیامو بهت داد قبل از اینکه جواب بله رو بدی، مثلا توی مدت زمان کم 10 دقیقه رو 20 دقیقه همون موقع 3 تا برس آماده کردی و فرستادی. یکی فرستادم گفت همین خوبه، گفتم پس. عجب کورسی در آوردیم برای واسه این کار گروهی. دم احسان دمش گرم واقعا. آره. من اصلا میگم مدت زمانی که مثلا اینقدر کم طول کشید نوشتنش، فقط همین کورس
یعنی انقدر اون وایبش، انقدر اون سیگنالش، احساسی که داشت تصویری نبود که صوتی بود. وقتی گوشش کردم فقط احساسش منو گرفت و اون احساسه میگفت باید یه همچین چیزی بگی بهش. که بهترین نمیتونستم صبر کنم سعید بگم فلان ورسو میدم، سریعا نوشتم. کاراشو کردی، دمت گرم. خب چنل ریاکشن بعدی اون چنل مدبس، برو بریم. پیداگو من آیگا منی دشمن و تارک آیگا تیتت گشتو هاوزان گشتون راو چار من گنده هر گوره ننده منی برگا بین گشتون سنگت تر جلده برون دو چو بیدار بانده جشا همه جاها همه هاگا همه راها پیداگی مدرسو هیچ بندگی تو کم مرسو گپ به واسطه نوشتاتون گشتون سیده دایرکت اگه من گنده هیوا هیره وادیره هم شبگاری uygularım da من نفهمیدم گویش کجا بود ولی چقدر اینجوری گنگش بود. خیلی حسین هفت عجب تریپ گنگیده. چقدر گویش نیست، زبانه. درسته؟ آره زبانه. دیده بودم قبلا ناراحت شده بودی سر اینکه بهت میگفتن که گویشت بلوچیه. همین الانم بگی میشه ناراحت میشی. زبان دوستای خوبم مثلا میلیون آدم هست که یک زبان واحد دارن. بله صد البته. اونام ناراحت میشن که بهشون بگین گویش. من اگه ناراحت نشم ظلم کردم به مردمم. چون که فکر میکنم خیلی زبان بلوچی هم در واقع زبان کاملیه. کامل تره دیگه، خیلی کامله، میتونیم تحقیق کنیم. بریم ادامش. با تتوهاش بودم چون اصلا استایلش خیلی گنگ بود. داداش با تتوهات خیلی بود. آها اتفاقا خوبیش اینه که همه میتونیم تتو بزنیم. همون شده رفت. همه ایران، همه دنیا اتفاقا. تو شهر من تتو زدم یعنی جرم. واقعا اینطوریه؟ آره همین زدم جرم مرتکب بشم. خب واسه چی؟ چرا؟ یعنی هدف چی بوده در واقع؟ هدفم این بود به اونجا بگم هر کجایی که هستی مهم نیست شرایطش چیه، چقدر سنتی ان، چه جامعه‌ای داری، میتونی اون چیزی که دوست داری باشی. حالا مهم نیست حسین بخواد این وسط تلف بشه. یعنی به خاطر اینکه تاب و شکنی کردیم و یه جورایی جلوتر از منطقه‌تون رفتین حرکت کردین، باعث این شد چیزای عجیب غریبی دارم میبینم یا دیدم. دوست دارم بهشون بگم میتونین، نترسین، همون چیزی باشین که دوست داره، فقط نترسین. چون خودت گفتی که انقدر بچه حتی حالا اسم نبردی ولی من در جریانم که خیلی از بچه‌های درست مارکت بهت گفتن که آقا اگه فارسی بخونی مثلا ساپورتت میکنیم، ولی شما جوابت چی بوده؟ که نمیخوای این کارو کنی. کار من نیست. تموم شده رفت. میدونی این یه قدرتی میخواد، یه روحیه‌ای میخواد. همیشه میگفتم بچه‌ها، همیشه اینو میگم. من تو فارسی اصلا کسی نیستم، چون از من قوی ترم هستن. من دوستای خودم خیلی نمیشه بگم، ولی خب تک به تکشون خیلی کارشون خوبه. ولی خب تو بلوچی من میتونم خدای خودم باشم، مالک خودمم. اینو دارم به شما مخاطبای عزیز چنل حسین هفت دارم میگم که یه معلمی یه توییت زده بود خیلی جالب بود که توییتش نوشته بود که این موزیک ویدیو میتونه بهترین چیزی باشه که ما بخوایم به بچه‌های محصلمون نشون بدیم که ایران ما چقدر بزرگ، رنگارنگ، با پوشش مختلف، با گویش‌ها، با زبان‌های مختلف، با فرهنگ‌های مختلف. زبان‌ها و فرهنگ‌ها نیستن توش، ولی خب توش نبودن. آره چند تا هیچ نبودن. ولی خب در حال حاضر بزرگترینشه. صد البته. آقا ما هر چی بگیم نکردن دیگه. میتونستن همین الان انجام بدم یک کاتالوگ درست بکنن، همه استانا رو معرفی بکنن، هر رو هم نخوردن. الان ادعای میخوان چی بریم؟ نه واقعا نداره، هیچی نداره. یعنی واقعا اگه یعنی اصلا کسی یه جایی من نشون بدم بگن لباس بلوچی اینه، من الان میرم میپوشم اینو تو بازار، به من نگن افغانی یا عربی یا پاکستانی یا هندوستانی یا نمیدونم ارمنستانی، همینا به من نگین، من بگیرتون. ببین این حرفای حسین اف حرفای دله، حرفای اقلیم که دارن اینجوری نگاهشون میکنن. ولی در صورتی که واقعا من تو همین مدتی که با حسین هفت عزیز آشنا شدم متوجه شدم که قوم بلوچ و مردمانش چقدر آدمای بزرگ، ناب و خیلی خیلی در واقع پیشینه خیلی تاریخی و بزرگی دارن. یعنی بحثشون بحث 1000 سال و 500 سال نیست، یه پیشینه خیلی طول و درازی دارن که اینو بگم که مناسب چنل خودت نیست. تو برنامه‌ای که با حسین هفت عزیز داریم تو چنل ماتریس قراره خیلی با دیتیل و خیلی چی میگن ریز بشکافیم این موضوع
و هم جریان من اصلا دوست ندارم اصلا دوست ندارم حرف بزنم چیزی رو بگم، چون هر چیزی بگی یه بالاخره یکی ناراحت میشه که آره من چرا اینو گفتی. بابا خب نه دیگه ما قراره بودیم چیو بگیم اونجا، اومدیم اینجا این کارو انجام بدیم. بابا اومدیم اینجا یه سری دغدغه داریم، یه سری کار کردیم. الان خود مثلا من که هیچ، حالا خیلی از بچه‌ها بودن قبل من بودن داشتن کار میکردن. حالا من نمیگم کار بزرگی کردم، ولی خب اون پشت 15 سال زندگی رو ول کردم که امروز تو مسیرت به اینجایی که هستی الان که اینجا یعنی در واقع یه چیز بزرگتری یعنی ساعت دادی. به ساعتش تو یک استودیو بودم، ساعت به ساعتش، هیچ وقت هیچ جا نبودم. کل زندگی میتونستم بشینم تو خونم راحت زندگیمو بکنم، پیش مادرم باشم. جالب شد. جایی که دوست دارم اینجا نیست واقعا، ولی خب اجباره، دغدغه‌ام نیست. متوجهم. ولی داداش خب قدمی که برداشتی باید باشم، قدمی که برداشتی صدی و شکستی که خیلی‌ها در آینده بهره میبرن، که این چیزیه که شاید اگه امروز تاوان یه چیزی رو بدیم دیگه، مثل اینه که یه چیزی به دست میاریم باید یه چیزی رو بدیم. تهران داره طوفان میشه با صدای بارون و طوفان و همه چی داره میاد توی دور و بر ما. یادم عالی باران است. هاو کجا بودیم؟ تو میکروفون نمیاد به نظرت؟ نه اوکی، نه اصلا چیزش میکنم، کارشو میکنم بذار باشه. صدا بارونه دیگه. خب چنل یوتیوب بعدی کارنینا دارم درست نارنیا. نه کارنینا کارنینا. واو حسین 7 بچه واقعا حسین 7 از خانوادگی شناختم. صدا ضربان قلبش انگار تو هدفونه میاد، نه؟ داره گل بشه. فوق‌العاده چهره گنگ با اون تتوهاش، حتی صداش، لحن صحبت گلوم هاو واقعا گنگه. نتون داغون تاش کنم دوتا فوت پیداگو من آیگا منی دشمن و تار گایگا اگا دیتت گشتو هاوزان گشتو راو چار من گنده هر گوره ننده منی برگا بین گشتو سنگتر جلده برون تو پیداد بنده جا همه جاها همه هاگا همه راها پیداگ بیت کو مدرسو هیچ بندگی تو به دنیا اومدم که نترسم. چقدر قشنگ میگه، اسیر هیچ بندی نباشم. خدا وکیلی خوفناکه. گلومی خوفناک قشنگا، خوفناک ترسناک کنم میگه. نه هر چی که هست من هاو اوکی. هر کسی یه تفکری داره، ولی خب مرسی دمت گرم واقعا، مرسی خیلی مرسی دمت گرم. اون زیر نمیستم دمت گرم، اون بالا میذاریم ما هاو. خیلی حرکت درستی دارین تو این همه چنل ریاکشن که دیدیم. اولین چنلی بود که زیرنویس مهم بوده. خب دوستای گلم امیدوارم انرژیتون بالا بوده باشه تا اینجای برنامه. قرار آخرین ریاکشن رو تو این برنامه داشته باشیم از چنل خودمون، چنل ماتریس. بریم قلب عزیزی. قوله در میاد میگه من اون قوله جادو عوضی که اون واسه من حتی قوله چراغ آرزوهارم من جادو. فکر کنم تو رپ فارسی ترین جادو کرده دیگه، تو کارهای مهم همش حضور داره. واقعا خوشم یه تیکشو قولمو جادو میکنم یه جوری که نفهمی تو دودک کجا بود. یه خونتون داغون تاش کنم دوتا فوت پیداگو من آیگا منی دشمن و تار گایگا داش حسین اومد که بدترین تا اینجا خیلی ملو خوند تو بچه ها. خب ولی خب فلوشو دوست داشتم، یه فلو سواری بود به قضیه. حسین 7 چی میگی؟ حسین 7 از استایل و اون انگار صداش خشونتی داره، استایلش یه جذبه خاصی داره. حال میکنم اینجوری به تو بگم داداش این حس و حال ما نبوده کلا این ارتباطی که ما با شما برقرار کردیم با کاراتو. مطمئنم که خیلی از اهالی هیپ هاپ ایرانی این فازو داشتن، خیلی مشترک بوده. هاو گلبم آنی جان خودشه. آو برادر جان قولمو جادو میکنم یه جوری که نفهمی تو دودک کجا بود. یه خونتون داغون تاش کنم دوتا فوت پیداگو من آیگا منی دشمن و تار گایگا اگا دیتت گشتو هاوزان گشتو راو چار من گنده هر گوره ننده منی برگا بین گشتو سنگتر جلده برون تو پیداد بنده جا همه جاها همه هاگا همه راها پیداگ بیت کو مدرسو هیچ بندگی تو کم مرسو گپ به واسطه نوشتاتون گشتو سیده دایرکت اگه من گنده هوا هیره وادیره هم گو شبگاری Uygularımda
باریکلا چقدر تکسش شد حواست بود ریستریز بگو بذاره تکسش. کلا تا اینجای کار متوجه شدم که همشون دارن میگن همینجوری که تو کروس بچه‌ها میبینید که آقا شما تو رویاهاتون هم نمیتونید جای ما باشید، ما اینجوری ما انقدر خفنیم. خب حسین جان واقعا حالا یه همیشه هدفی داشتیم واسه شعر نوشتن، اصلا خودت ورس خودت رو یه ذره به ما میگی اصلا چه نگاهی داشتی، اصلا راجع به چی صحبت می‌کردی؟ دقیقاً اون چیزایی که اونجا دارم میگم واقعیه برام. یه چیزایی پیش اومد داره، یه سری چیزا پیش اومد، یه سری از بچه‌ها یه سری چیزا گفتن، خیلی دایرکت میدادن کشور اینور، بچه‌ها میگفتن بیا فلانی فلان کار کرده، گفتم بابا ول کنین، گیر دادن زیاد گیر دادن. منم یه زنگ زدم به بچه‌ها، یکی بهش گفتم فلان جا خونه‌ش و آدرس همه چیزا رو دادن بهم، گفتم برین پس اونجا پدری مادری چیزی هست نصیحتی، حالا نمیشه چیزی بگم. خب انجام بدین نصیحت رو کردن و درست شد. این چی شد؟ نیم ساعت طول نکشید زنگ زدم گفتم نرین، گفتن همینجا این پایینیم، گفتم منتظرش نباشین ول کنین برگردین، دقیقاً همونجا همونو میگم. یعنی در واقع این شعری که شما نوشتی تو این اتفاق گفتم بابا این همه راه اومدیم گفتیم خشونت نه. خب اون روزم واقعا روز بدی بود. اون حرفایی هم که بهم گفتن یارو هم پشت داده بود، حالا نمیتونم اسمشو بگیرم. حالا میگفتی ما روش سود میذاشتیم. آره. در کل خب پس الان ما از حرف شما متوجه شدیم که این شعری که شما تو کار گروهی استفاده کردی یه اتفاق کاملا واقعی بوده که تو زندگی شخصی داشتی و درگیرش بودی، همونو به شعر تبدیل کردی. در ادامه‌ش هم میاد میگه که من اسیر هیچ بندی نبودم و اصلا ساخته شدم برای اینکه نترسم، یه ماشینی هم که نترسم فقط. و تو زندگی رو هم میتونی کشف کنی که نترسم. هیچ چیزی نیست بالاتر از مرگ نیست و مرگ تنها واقعیته. نیازی نیست وقتی میگن شما هم یک روزی میمیری بگی بلا بدو، میمیری. کجا میمیری مهمه. در واقع حرفت اینه که آدم با حقیقت‌های زندگی راحت‌تر کنار بیاد، میتونی مثلا راحت‌تر زندگی کنی و شرایط قبول کن آن چیزی که هست رو. ما بخوایم دنبال شعر خوب بگردیم فلان بگردیم، میتونیم همین الان آدرس بدم بهتون، برین اصلا مولانا گوش بدین اگه پادکستیش هست یا چیزی، یا برین کتابشو بخونین، یا عطاری یا نمیدونم سعدی، خیلی زیاد داریم. و یه خواننده میاد میگه ما داریم یه چیزی اضافه میکنیم، حرفای خوشگلی میزنیم، عزیزم اونو خوشگل‌تر دارن میزنن. پس رپ تو به من نشون بده، استایل داشته باش، خودت باش. اونجا آمریکاست، اونجا زندگی همینه. تو ایران داری زندگی میکنی، ابتدا یادمون باشه تو کدوم کشوریم. قشنگ گفتی. ما به اینجا زندگی میکنیم، تو ایران زندگی میکنیم، ولی همیشه انتظار داریم هم دولتمون هم مردممون یا مثل آمریکا باشن یا مثل عربستان باشن یا مثل نمیدونم فلان جا باشن. بابا ما تو ایرانیم، رپ تو برای ایران بگو. خیلی ساده است. دغدغه مردم امروز چیه؟ سر خیابون برو یه دور بزن، نون گرونه عزیزم. چی داری میگی؟ کدوم کلاش و کدوم فلان و کدوم تفنگ و کشوگر داره؟ چی داری میگی؟ خودت میدونی کجا زندگی میکنی؟ موافق حرفتم. خب حالا بیام یه منظر یه ذره موسیقیایی تر و مارکتی تر این داستان رو ببینیم. به نظر شما کلن این سبک و این ژان نمیطلبه، یعنی نباید باشه یا اینکه باید باشه اما اون آرتیست اون حرفی که داره میذاره رو زندگی کرده باشه؟ حرفتونه؟ قطعا باید باشه. اصلا اگر هستم دمش گرم، قلب منه هاو برادر جان، ولی ما بلوچیم تو گنگ شرم. تموم شده. حسن ختام این صحبت ما بود. جالب بود. خیلی خفن بود. آقا قراره کلی صحبت‌های جذاب داشته باشیم با حسین هفت عزیز تو کانال ماتریس که یه چند روز شاید بعد از این ویدیو منتشر بشه. حتما اونم لینک ماتریس رو این زیر واسهتون میذارم، اونجا هم میتونید سابسکرایب داشته باشه. قراره خیلی از اتفاقاتی که توی هیپ هاپ ایران و هیپ هاپ بلوچ افتاده رو با حسین هفت عزیز بیشتر باهاش صحبت کنیم. البته بهتون گفتم حسین هفت عزیز خیلی کم بزنه، منو میذارین ساعت 3-4 شب بشه، خودت هم خوابت بیاد دهن من باز بشه، هر چیزی نمیخوام بگم و بگم 4 صبح الان. خلاصه که کلی برنامه داریم دیگه. لطفاً کانال حسین هفت رو سابسکرایب کنید، دکمه رنگیده رو بزنید که نوتیفیکیشن واسهتون بیاد. قراره کلی ترک و کلی موزیک ویدیو، کلی همکاریای جذاب تو راه، در جریانم آقا، در جریانم. و یه سری چیزای دیگه هم هست که خیلی خفن تره ولی فکر نمی‌کنم اجازهشو داشته باشم بگم.
ببین یه سری کارهای بین‌المللی و اینا هم تو راهه، قراره کلی اتفاقای باحال بیفته. حتما سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید و اینکه دوستایی که دارن ریاکشن کار میکنن حسین هفت عزیز رو داشته باشن و این ویدیو رو لطفاً شیر کنن که چنل زودتر بیاد بالا، که قراره یه سری اتفاقا بیفته. بالاخره این مره داستانم ساپورت چه کاری که از دست شما و ما برمیاد. برو بریم در آخر صحبتی چیزی حسین هفت صحبتی نداری با طرفدارا و کسایی که دارن شما رو میبینن از چنلت؟ مرسی، دمتون گرم. و من گنگم درسته، ولی نه اون گنگی که تو فکر میکنی، فقط خودم. تموم شد و رفت. به معنای گنگ. یا همین الان ترنسلیت سرچش بکنید فکر کنم بتونید بفهمید. واقعی خودم. واقعی باشین. این آخرین کلام این برنامه بود. بچه‌ها دمتون گرم که تا آخر برنامه همراه ما بودین. قربون چشای زیباتون. تا یه برنامه دیگه تو چنل حسین هفت عزیز. خداحافظ شما. بای. قلب هاو